عبدی اینها پالیسک های یوسف نیستن مگر؟ راست میگه دچا سکچه های یوسف استخوان یا بهم گفته روزی دراز خاک بازی کرده میگردن چه بینید یگون گپتون باشد گپ زنید هزال خانم در تگ آفتاب مونده شدیم در طرف نادرست که کار کردید البته مونده میشوید شما را خلاص کنی آمدم نترسید دیگر در وی ساختمان کار کردنتان را نمیخواهم خلیل به خواجگی برگشتنتان را اجازه داد مثل پیشتر باز در خواجگی کار میکنید فراموش نکنید این ساختمان امروز هست لیکن فردا نیست اما در این دهه کار خواجگی همه وقت هست ما از کارمان راضیم ازل خانم کارمان رو میکنیم مزدمان رو میگیریم هر روز از آن که به خواجگی برگشته برای یک لقمه نان غلام شدن 1000 بار بهتر است باز کار ساختمانی رو یاد گرفته ایستاده ایم هیچ کی نشو شهر رفته رزق روزی ما رو مییابه سیرکوی زوال خانم از مربای قراجانیا بهتر است رفتیم گذشته را زود فراموش کردگی بر این مینماید عبدی آقاها با کجا سراسیمه اید این چی سراسیمگی یک نفس راست کنید تسمه های همتان در اینجاست این خیلی بهوده ها هم نکنید مربای زوال خانم بوده است نه خاک سیاه فایز قرضهایتان روز بر روز زیاد می شود نقض زکات فکر کنید با شما تا بیگاه مهلت همش در دستم است هر وقتی که خواستیم به کار می دراریم یا بیگاهی آمده دستم را می بسید و در خواجگی از نو کار می کنید یا اینکه مرده قرضهایتان را می سپارید وگرنه تا ازار آخری نتان کشیده می گیرم خرکنی را گردید قطار شده به شما یاردم دیم شکر خاله؟ لازم نیست ایستید شکر خاله من تا به امروز همیشه یک اویله را ارزو میکردم مرا دستگیری میکردگی یک مادر یک پدر اما نیتی ویران کردن حیاتی کسی رو ندارم خب کن ساکینه خب کن دلم را بسیار گنده نکرده بس کن یوز تو رو هیچ کس پیش نمیکند خوندنی رفته ایستاده ای کمی شادی کن آخر برای مکتب خرسندم اکا اما از شما دور بودن دور نمیمونی یوز باز آخر هفته برمیگردی براستی من خودم تو رو به ماشین میارم آنا دیدی قریب که نرفته الکه برگشته ایستاده ای این طور باشد یک شهر دارم برکی گشتم هر دیامو به ماه قپی میرویم البته میرویم خیر کنی روید دیر نمونید در پناه خدا من در اینجا حمولی کنم قیماق کار و گلوی فاضل خورد مرحمت فاضل تشکر خدا برکت دهد خدا برکت دهد با دقت باش که باز پولها رو گم نکنی با این نیمکال عقلیت در کجا ماندنت را فراموش میکنی تو فاضل فراموش نمیکند
گوش کن، میدانم تو از من نفرت داری. مرا آدمی بیرحم و پس دروغگو می‌حسابی، اما در اصل این خیلی نیست. هر چیزی که کردم برای شما کردم. عائله‌ام ویران نشود گفته کردم. بله، خطا کردم در اول، اما دیگر خیلی هم نمیشد جیما. ساکینه را به خونه آوردم. خواهرم از این پس در نزد ما میموند. چی؟ الیف ایستو الیف کمی صحبت کنیم. چرا؟ از زحل خانم بر این حسیه شدی که باز به نزد من اومدی؟ الیف، اگر به سرت آن چیزی که من فکر کرده ایستادم آمده باشد خطا میکنی. زحل خانم شخص فداکار است که خود را به خدمت بخشیده است. وصیت پدرش رو به این هم میدونی آخر یگان فکری نادرست کرده باشی؟ این خیلی فکر کردنم یگان سبب داشته گیست یوسف؟ چی خیلی نغز آخر؟ خوندگی، بای در دستش همه امکانیت هایش هست. مثل من یک دیهاتی نباشد. الیف، سبب رنجیدنت رو میدانم. رازگی تو و شکریه خالت رو گرفتن مادرم است. همین خیلی نه؟ خیریت که به یادت رسید. بین الیف، آچان بسیار از آب کشیدند. البته او هم آرزوهایی داشتند. امید و آرزوهایش باشد مثل دیگر مادران بود. او را رنجانده نمیتوانستم. مشکلی فهماندن بعضی چیزها مرا دلگیر میکرد. یگانه راه هم در راضی شدن بود. مرا از همه خوب تو میفهمی. در پیشمان جاهلی است که باید او را برطرف سازیم. ظلم ظالمان ناله های مظلومان هست. در چنین یک وضعیت مسئله عائله داشتوی برای ما در مد اول بوده نمیتواند. اگر جاهلی رو از بین بردنی باشیم ما راهی دیگر نداریم. الیف، تو رو رنجاندن نمیخواهم. مرا درست فهم خواهش میکنم. جای خفگی نیست. غلط فهمی باشد تماما هیچ نیست. بین هم اگر روشه خاله مرا مجبور نمیکردن من هم همون خیلی جواب میدادم. وقتی تو رو نگیرم کارت بسیار است. این بانک کاغذینی فاضل. همه این جبر و جفایت بس از فاضل افندی؟ زینب دخترم رفتیم همراه خرید کنی میرویم. آخر ما رسم کشیده ایستاده. بعد دیرتر باز میکشه دخترم. رفتیم خرید کنی با پول. خرید کنی با پول. کنی دخترم تو زود تیار شو میبرایم. اما اینها ای وای خدا جان، دیوانه خدا، چی کار کردن میخواهد این؟ سبیل ماند. ساکینه ای قدر زخ نشو. همش خوب میشود. عصب خودم کمی ویران شده است. همش همین. دادا ساکینه بس کن، گریه نکن. شکر به حجره کلام گذاشتن است نه؟ ساکینه
همه این نغمه هایت بس نبود، باز دخترت رو به سرم آوردی. شکریه، به خدا من از این کار خبر ندارم. هر چی که باشه جمع کرده. دیگر به یگان گپت باور نمیکنم. شکریه، دیگر یگان چیزی که تو را ضد میکنه دیگر نمیکنم. میدونم کم عذاب ندادم، اما ساکنه دختری من چیکار کنم؟ خیلی خودت گپ زن. شکریه، خودت گپ زن. چیکار کنم؟ رود از اینجا، رود از اینجا. چیزهایش را جمع کنید. ساکنه می رود. دادا این خودش چیگه؟ اینجا خانه اوست، هیچ کرده نمیتونه. آسایشتگی آیله را ویران کردن حق نداره جما. می رود. شما چه خیلی انسانه؟ او دختر شماست و خواهری من است. این قدر آسان است. تمام ساکنه، آروم شد. تمام. ساکنه را هیچ وقت دختر خودم بری نشمردم. ساکنه صغیره تولد شد، صغیره کلان شد. از این پس هم صغیره میماند. گپ تمام. از من پدری را انتظار نشود. ساکنه، شما بر این انسان مردن اشبه. چخل شما انسانه؟ شما چخل پدر هسته؟ ساکنه، معلوم است که قراجانی ها آرام نمیشینن. یوسف، تو این دیهاتی ها را به دست نگیرن دلشان آرام نمیگیرد. انا باز دست و پایمان بسته شد. چیکار کنیم یوسف؟ چی میگویی به این؟ مقصدشان عیان است. میخواهند که همه به آنها محتاج باشند، زیرا دیگر خیلی کارشان پیش نمیرود. لیکن اگر صبر کنیم همه نقشه هایشان برباد میرود. انشاءالله. ساکنه، ساکنه ایست. ساکنه ایستاد برای خدا. ساکنه، 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 جما ایست نگویم. ساکنه، ساکنه، احمق ساکنه، بیعق ساکنه. تو صغیره ای آخر، صغیره. پدر و مادر رو تو چی کار میکنی ها؟ به دنیا تنها غم و دردی آمده ای تو. ساکنه، ساکنه نرسید برو. با همش من خودم گناهگار. نکن ساکنه، التماس خیلی نکن. بیعقلم، از کیم کجا خودم را فرزند خواهر شموریدنی شدم، حالا که حتی با مثل سگ هم قدری ندارم. سری بیعقلم. خیلی نگوی ساکنه، تو خواهری من هستی. نیستم، من هیچم، هیچ. ساکنه ایستو، خود رو با دست گیر. خیز پیش میره ما خواهد میره. بیا ساکنه. هرگز من هیچ کجا بر نمیگردم. خیلیش ساکنه، شک شد. تو رو با یگان کار مجبور کردنی نیستم. نزدی سید بابا رو چی چی گفتی؟ این خیلی در بین کوچه ایستاده نمیتوانیم که. ساکنه رو نزد سید بابا برید شما. کمی به خود بیاید آرام شود. رفتیم ساکنه. بیا ساکنه. من باشم یک کار رو حل کرده میایم. ما این هستی یوسف اکا. رفتیم. تازه کن تمام نمیشد این اخلاط حیوان ها. ای میانم بیزار شدم. بس است، برای 2 تنگ پول خدمتگار شدم ماندم. ای خدا. زینب آشپز شد. اردمونم. نکنه دادا. زینب خمیر شد. دادا، هر کسانی که شما را دیوانه میگویند من آنها را دوست نمیدارم. شما از همه پدری با عقل هستید. جوان دخترکم، در اصل من
این آشخانه را بچه احوال آوردید ها؟ تو مرا کشتنی هستی چی بلای آدم؟ روزی دراز مورده نه کار کردنم بس نبود که باز اومده عقلان تو را تازه کنم ها؟ آجا چرا جنگ میکنیم؟ ما خودمون تازه میکنیم. تازه میکردن دیوانه کار کنه چی نکنه چی؟ یک بار رسوا میکند. خدا گیرد این دیوانه را. رفته رفته مرا هم دیوانه میکند. افتوره اینها را بینید دیوانه میشوم آخر. یکم کاری کردنم لازمه. با این دیوانه یک عمر زندگی کردن نمیتوانم. این به یکون چیز نمیرسد. مانده های کار بی آنها. خوش اومد. بیا بچم به خونه درویم. سلامت باشید. ششتنی ناومدم بی آنها. با شما یک دو گفتنی دارم. مرحمت پسرم. انشالله که بخیر است. بی آنها دیروز ساکینه دختری علی جنگیز است گفته سخن کردید. بله بچم. من پای بردم که کیم چرا پنهان میکنید. شاید من خطا کرده باشم. اگر همین خیلی باشد مرا ببخشید. اما نباشد چیزی را میدونسته باشید گپ زنید. چی پنهان کنم بچم؟ چیزی رو که میدونستم گفتم آخر. بی آنها یک خطا یک دروغ از پس خود همیشه دیگرش را میارد. شما حیات دیده هستید. این رو از من خوبتر میدانید. با اون چیزی که از دهان شما میبراید حیات چند کس دیگر میشود. من حقیقت رو گفتم بچم. ساکینه دختری علی جنگیز است. بغیر از به گفته هایتون باور کردن دیگر چاره‌ای ندارم، اما آخر دروغ گفتن در نزد خداوند گناهی است عظیم و آن سخنهایی که دیروز گفتید مسئولیت آن را خوب درک کرده ایستادید انشاءالله. من همه گپ رو گفتم یوسف بچم. دیگر گفتنی ندارم. مایلش بیانه نفس مانید. با ترس از اجل خلاص نمیشوی شاکر. خدا کند و تعب خلیل آقا خوش باشد. خوش آمدید آقام. ابلهی نابکاری احمق، از عهده یک کار هم نبر آمده گویا اینش بس نبود باز موش بر این از من پنهان شده میگردی. ببخشید آقام ببخشید. خب کن کارت را درست کنی گفته باقی 100 میلیون ها پول ماندم، اما تو چیکار کردی؟ مورچه بر این گریختی. آقام دست و پایتان را ببوسم. ببخشید آقام. بس کن گیرت را، از پگاه تو را دیگر در این دهن نبینم، فهمیدی؟ آقام تگی پایتان را ببوسم. با کدام گوره خواهی رو؟ با تو بر این آدم های ناهوده برا در نزد من جای نیست. آقام نکنید، التجا میکنم نکنید. وقتی که با مادرتون جنگی بودید از خواجگی برایتون پول ندزدیدم مگر؟ با من رحم کنید آقام. پگاه آفتاب کشیشت تو را در این دهن نبینم، مرا فهمیدی؟ گپ تمام. کنی گم شو رو. شاکر باز تو نمیرسیدی؟ از دیه رفته سوده یا؟ میروم یونه کاری تو چی؟ شاکر گوش کن مرا، بسیار در تنگیم، مجبور شدم که با فاضل زندگی کنم، مرا خلاص کن التماس. از دیه یک جای رویم چی؟ چه خیلی که در وقتش برای پول پیش من آمده بودی نزد دیوانه نرفتی، اکنون جزایت را بین. شاکر با وای دیوانه نمیتوانم، التماس به من یاری ده، گوش کن. دف شو، اکنون در نزدم و دو تنگه نمیارزی، گم شو. کمی نوش، آرام میشوی ساکینه.
نمیخواهم. یگون چیز نمیخواهم. آب این دنیا نانش اکنون زیادی است با من. این خیلی نگوی ساکینه دخترم. مردم میگویند که در هر کار خیر پنهان است. این گپ درست است دخترم. تو بسیار عذاب کشیدی. صبری که در نسبت این عذابها نشان داده ای البته میوه خود را میدهد. من دیگر قوه طاقت کردن رو ندارم سید بابا. مرا همیشه پس میزدند. فقط رنج و درد دیدم. این دنیا دنیای امتحان است دخترم. مانعه ها چقدر مشکل باشند طاقت کردن لازم. از این درد و غم تو باز هم مشکل تر است. البته خدا به کسی نشان ندهد. امتحان ها را گذشتن از تو وابسته است دخترم. حضرت خانم، این ساکینه را باز به خانه اتون گیرید. در یگان خانه محکم کنید. وای مشکلی برآورده ایستاده است. در خانه جنگ و جنجال کم نشده ایستاده است. میگویم که هیچ نباشه یک چند وقت به چشم ما نتابد. به من نگر علی جنگیز. اخلاقی خود را به من تازه کناندنی هستی تو. حضرت خانم آخر چاه کن زیری چاه گفتند. وای حضرت خانم من وقتای آخر کارت را رسوا کرده ایستاده ای. در دیه چه ها می شود خبر نداری. این خیلی بس نگوید. خطاهای کردت از هزار گذشت. از تو دیگر یگان فایده ای نیست. حتی با ما باری زیادتی شده ای. حضرت خانم آخر دف شو رو. از این پس پیش از درم را گفتم دو بار فکر کن. در چشمم تماما بیقدر شده ای. شکریه. گفتگیت را کردم. ما را ببخش. جیما گوش کن بچم. دنیا همین خیلی است. اما درد را بین و نشان نده گفتند. ساکینه خواهر تو است. اما در اینجا زندگی کرده نمیتواند. فهم آخر او در خانه قرجانی ها کلان شد. من او را همیشه قرجانی بری میدیدم. من او را چه دخترم گویم. جیما یگانه فرزندی من تویی. فرزندتانه؟ شما فرزند دارم گفته فکر میکنید. من دیگر نیستم دادا. من پدری که فرزندش را قبول نمیکنه ندارم. چه خیلی که ساکینه رو پیش کردید من و مادرم رو نیز همون خیلی پیش کردید. از این پس اویله دارم نگویید چون که دیگر شما رو نمیشناسم. از این پس تنهایید. مادرش بیوفایی کرد. خدا عمری او را به این کودک دهد.
سالهاست که در دست قراجانی ها غلام بودیم. نه گفتم آزاد میشیم که راست میگویی. از این خونخران خلاص شدن ممکن است مگر؟ تقدیر این دیه در دست آنها نبودگی. بینه چه خیلی یوسف اومدن نیرنگ های آنها رو ویران کرد. یعنی که اگر خواهیم خلاص میشویم. درست میگه دمک. پیش از آمدنش احوالم خوبتر بود. اومد و کمی نفس تازه گرفتیم. خیر چی شد؟ احوالمون رو بینید. آخر باز بغیر از دستی هزل خانم رو مرده بوسیدن چرایی داره مگر؟ همه‌شون اومده دستم رو میبوسند. برای در خواجگی کار کردن به زیر پایم میافتند. کنی اکنون خلاص کند یوسف بای بچه اگر تواند. چخیل خلاص میکند بچه؟ پیشتر میبود شاید قرض یک دو کس را داده میتوانست. اکنون بعد از بیکار موندنش اینش هم نمیتواند. قراجانی ها را کی مغلوب کرده میتواند بچه؟ یوسف سگ تا با امروز این را فهمیده نتوانست. عبدی آدم ها را گوی به حولی از همه میبیل های اولی را برارند. همه دیه حشمتی قراجانی ها را ببینند. در این دیه گپی کی میگذارد فهمیده گیرند. در حالاچه روزی آمدن ساکینه حالا هم در یادم هست. علی جنگیز او را مثل گربچه به دست مادرم پرتافته بود. روزی نبود که عذاب نکشیده باشد. تنها نمیگذاریمش. دختری به ناموس است. بر نمیگردم میگوید. اما ما ایستادگی کنیم نزد او رفته گپ زنیم شاید بر میگردد. مایلش. به کنجا رفته ایستاده موچه؟ میرویم دخترم. یک جای میرویم. فردا از این خونه میرویم. دادام هم میآید. تنها هر دیمون میرویم جونکم. دیگر وای آدمی دیوانه به تو دست نمیرساند. همراهی تو حیات نو رو سر میکنیم. او دیوانه نیست. اوه جونکم، جونکی شیرینم. از کجا میدونی دیوانه با عقل رو؟ اجازت نمیدی هم که تو رو هم به خودش مانند کند. اصلا اوه دخترکی شیرینم. بیا دخترم، یگان چیز خور. هرچی در خانه بود همان تیار کردم. آواره شده سید بابا، هیچ اشتیایی ندارم، خوردن نمیتوانم. آخر از سحر باز چیزی نخورده ای. این خیل روت تماما بیمدار میشوی. سلام علیکم سید بابا. و علیکم برسلام، خوش آمدید. خوش باشید. ساکینه چخیل هستی؟ سید بابا اگر شما اجازت دهید ساکینه رو به خانه همون بریم اکنون. چیزی که شد بسیار مشکل است ساکینه، اما از دست چی می آید؟ بیا به خانه برگردیم. من خانه ندارم که یگون جایی میرفتگی ندارم. من بغیر از بار دیگر چیزی نیستم. این چخیل گپ است ساکینه؟ تو با مو بار نیستی، هیچ نبودی. با تو مثل خواهر رفتار نمی کنم مگر. من دیگر در این ده جایی ندارم. حتی در این دنیا جایی ندارم. التماس خود گپ نزن، این خیل نگوی، همش خوب می شود.
کزبان 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 انا اکنون بین یوسف، در این دیه قوت در دستی کیست؟ کزبان ایستا میگویم کزبان سرده مرا سرده دستک نزن ابله دستک نزن باز دوست هم شده ایه پولهایی که از توران گرفتی بس نبود زود پولهایم را برگردان زود این پولها از من نشود نمیدیم کزبان عصبم را ویران نکن پولهایم را ده این پولها اکنون از منند اگر این پولها را گرفته نشوی رفته همش را به قراجانی ها میگویم تو نیست گیر چی؟ از قراجانی ها پیرمانی برای خلیل پول دزدیدنت را میدانم اگر حضرت خانم این را فهمد و فکر تو را زنده میگذارد حتی آن پولهایی که گرفتن میخواهی تو را خلاص نمیکند نرس پولهایم را نرس پولهایم را حالا همین خیل خطا کردی شاکیر اکنون مردم گفتن گیر فهمیدی؟ شاکیر شاکیر تو چیکار کردی؟ شاکیر بیایید کنی دروید مرحمت کنیا کنی آقاها بازم زودتر یعنی در آخر عقلتون به سرتون اومد روبا هم گشته گشته بده کنی پس فروش میافتد از دستم نان خوردنتون را فراموش کرده از من روی گرداندید اما من باز شما رو میبخشم از پگاه سر کرده به کار خواجگی میروید این خوبیه که برای شما کرده ایستادم دیگر فراموش نکنید دیگر برای یوسف ماری که شما را فریب کرد نگاه نکنید کنی خطور شوید چرا ایستادید بوسید دستی مادرم را این دست ها با شما نان میدهد کنی راه گرد ابله حجت های من در کجا نزل خانم؟ چیکار میکنی حجت ها رو؟ میسپرم من هم از کجا یافتید شما این پول ها رو؟ از کجا یافتید؟ از کجا یافتید این قدر پول رو؟ زود جواب ده میگویم تو رو جواب ده وقتی مردم را نگیرد حضرت خانم حجتهایشان را برگردانید زحل خانم قرضهای آنها را به گردن گرفت چی خیل می شود کاری نمیشدگی نیست حضرت خانم با تکیه به یکدیگر با انسانگری همه چیز می شود البته در واژه‌نامه شما این کلمه ها نیستند فهمیده نمیتوانید دهاتی ها کار کرده آهسته آهسته به زحل خانم قرضهایشان را برمیگردانند دهاچه‌ام را یافتید؟ نیست اوچه نیست در آقیل هم نیست در حوله هم نیست در دایرتی ماست ده رو هم کابید بسیار دیر شد تومان اینجا فاضل میکوبد
بیرون برید. اما مبارک شود. دم شوید همتون. دم شوید. دم شوید. برید. ای عاقبتش خوب شد. اکنون همشان رفتند و چه؟ در دستمون بغیر از زمین سومکه خالی دیگر چیزی نماند و چه؟ دیهاتی ها که قرضشان رو خلاص کردن خراج اونی ها را دیگر پسند نمیکنن. میفهمی یا چه؟ یوسف بلا زند تو را یوسف. این خاله تا حال چنین پسندی را ندیده بود، اما من قصدم را میگیرم. دانستم آن یوسف. یوسف ایست فاضل کزبان رو میکوبد. کنی کزبان من قلاور کزبان نمیگودم. از کجا میدونم؟ رو خدا از شما راضی باشد یوسف. خوبی هایتان و چخیل برمیگردانیم نمیدانیم. با من نه، با زوال خانم باید برگردانید. زوال خانم دخترم قرض ما قرض یگان روش را یافته. حالا این رو هیچ فکر نکنید. کسی از گریبانتون نگرفته. شب بخیر. حالا باشد رفته در خانه با کودکانتون نقد دم گیرید. خدا از شما راضی باشد. شب بخیر دخترم. شب بخیر. شما رو تا ماشین گسل کنم. مرحمت. فاضل کزبان به تو چی شد؟ یاریدی این کار را که کرد؟ شاکر؟ کزبان شد بیا طاقت کن. بیا طاقت کن شد. بیا گریز از اینجا شاکر. گریز از اینجا. گریز. شب بخیر زحل خانم و از نام دهه‌مان بار دیگر تشکر می‌گویم. شب بخیر. یاریدید یکو کس نیست. یاریدید فاضل این چه هوا؟ چی شد؟ چی شد؟ شاکر کشت. یک طرف زود بیمارخانه. زود به ماشین درآرید. با نوحیه ببرید. زود باشید. تستر. زود باشید. زود به بیمارخانه. من زود باشید. بیارید دستاخوچم رو بیارید. جناب دکتر احوالش چخیل؟ اون چیزی که از دستمان آمد کردیم، اما افسوس که امید نیست. خونی بسیار گم کرده است. اگر خونرویش رو من میکردید احتمال زنده ماندنش زیادتر می بود. نه در دهه‌مان و نه در گرد و اطراف یگان بیمارخانه نیست. تنها به اینجا آمده میتوانستیم. میفهمم. شما دعا کردن گرید.
از خدا امید نکنید. خدا شفاش دهد. عاقبت این بی‌اهمیت رو بینیده رحمتی پدرم از همین سبب وفات کرده بودند. فاضل مردن نمیخواهم. دخترم رو تنها موندن نمیخواهم. تنها نمیموند کزبان. من هستم. قسم که او را مثل گوهر که چشم نگاه میکنم. تو خودت رو مونده نکن کزبان. همش بازی. این کله اکنون کار میکند. فاضل دیوانه نیست. اکنون همه چیز را میفهمد. فاضل زینب به تو امانت. برای همش مرا ببخش. برای کزبان نیست. کزبان نمور. کزبان دکتر یاره دهد دکتر. برای زود الکتروشوک. خب کنی باز یک بار دیگر باز. اوچا از برای خدا یک روی نکنید. از پشت شما دختره غذا میکشد. جیما بس کن گفتم. اوچا با شما چی شد؟ از ددم هم بدتر شده. هیچ انصافتان نمونده است. میدونید که وای چه خیلی عذاب کشیده است. از مادرت بیشتر او را دست میداری. عذاب مادرت را نمیبینی. چی عذاب دیده؟ مثل او به خانه و در مونده. این گپ ها رو او به تو یاد داد. با مادرت هم دشمن کرد. چشمت رو کور کرد. نه اوچا ساکینه این خیلی دختر نیست. فکری بد را هرگز نکنید. نقص فکر کنید اوچا. اگر او را پیش کنید من هم میروم. دانسته گیرید. اوچا هیچ کس پسرم را از من نمیگیرد. جیما زبانت خوندال گذد. رحمتی کلان بیبیانا صحت و سلامت شیر بچه ورین تولد شده است. خدا عمرش رو دراز کند. تو بیرا پسرم. من با یگون مشین برمیگردم. خوب میشد بیبیانا. بار دیگر رویش رو ببینم. خدا شما راضی باشد. با شما راهی سفید. با شما هم. شکریه؟ تو چه خیل زنی به ناموس بودی؟ با کدام رو به نزدم آمدی؟ شکریه اگر مسئله رو میدونستی با من گپ نزن بیبیانه. آخر ما دوگانه بودیم کو. آخر بین ما آب نمیگذشت. تو باشی اینقدر سال با من دروغ میگفتی. شکریه گوش کن. خطا میفهمی. از تو هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. سلام علیکم رئیس. علیکم السلام. سعید بابا رو میگفته باشی نیست. در کجا باشد؟ سهر بر وقت با ماشین شیشتنش رو دیدم. با شهر میرفت. سلامت باش. جمو کنی تو
برو اینجا جمو. ساکینه جمو بیا رویم از اینجا جمو. رویم و خوشبخت شویم. ساکینه شرمنده بی حیا اکاد می شود بی تربیه بی ادب بی حیا بی حیا شرمنده بی حیا نه اکاد می شود می فهمی این خیلی نگویی بی حیا شم قدم من گناهی ندارم بی حیا بی حیا بی شرم نگوید التماس بی حیا بی شرم بی حیا بی حیا اکاد می شود حیا جمو یورید التماس بی حیا هم بگناه. تو خودت رو کی میشماری ها؟ اویلم رو با من دشمن میکنی ها؟ من چیکار کردم؟ پسرم رو شوهرم رو از من دور میکنی. تو دختری لعنتی هستی لعنتی. از ما دور ایستو فهمیدی مرا. رو از اینجا رو. آچه دادا شما در کجایید؟ خدا جان با من یاریده. الیف اپا مادرم نیستن. زینب بیا با تو کمی گپ زنیم. با آجام یگو چی شده است الیف اپا؟ چی شده است؟ در کجا حالا؟ مادرت به یک جای زیبا رفته است. چه خیر جای؟ بسیار بسیار زیبا. جایی که هیچ درد و غم نیست. جایی که فقط زیباگی است. جایی که هیچ بدی نیست. جای نحس؟ بله. اما مادرت در آنجا از تو پیشتر باید برود. برای تو نیز جایی انتخاب میکند. اما من آجم را دیدن میخواهم. چه خیر گویم. آچه در آنجا بسیار شاد است. برای خرسندی تو در آنجا میماند. اما حالا با خورده نمیتوانید. آچم را نمیتوانم ببینم. نه میبینی. اما اگر مادرت را در حال بینی همون زیباگی را گم میکنی. انتظار شدنت رو یا اینکه خرسندیت زود تمام میشود میخواهی؟ آچم خرسند باشد منم خرسند میشوم. انا برای همین هم اوچت و هم تو کمی انتظار شدنت لازم است. این چی معنا دارد؟ یا اینکه بین زینب مادرت به اینجا آمده نمیتواند اما تو و پدرت را همیشه انتظار میشود. آجم مرد مگر الیف اپا؟ دادا آجم مرد؟ راستش را گویید به من. گریه نکن زینب. گریه نکن. اول پدرم، بعد کیزبان، بعد باز کی میداند که ها میشود. این بی اهمیتی با سببی چقدر مرگ شود. تنها بسری ما نه. دهه‌های گرد و اطراف نیز در همین احوالند. یگان بیمارخانه، یگان دیسپانسر می بود در این گرد و اطراف. لیکن تو به امروز به این دهه یگان دختر آوردن به سر یگان کس نآمد. آمدگیست البته. اما اول قرجانی ها، بعدا دهاتی ها به اهمیتی کردند. ما نیز به این به اهمیتی تماشابین ماندهیم. افسوس. در اینجا بیمارخانه کشادن به ما مشکل است. آخرین وظیفه دولت است. کارهای رسمیش رو نمیدونم. با واسطه ریاست مراجعت کردن لازم. این طور باشد مراجعت میکنیم. این آدمان لایق بهترینند. اینقدر ارزان نباید باشد. ما وظیفه همان را کنیم
боқӣ мондааш дар дасти худ. иншолло. ба ман акнун иҷозат нағз монед. роҳи сафед зуҳал хонум. صبح خیر الف، مرا شناختید؟ ممکن است مگر قهرمانی دیهرو کی از خاطر میبرورد؟ باز یوسف را گفته ایستادید؟ نه، نواز نظرش آمدم. بعدی ها آورده بودمش. اگر یگان چیز نمیخواسته باشید من روم. تنها سلام کردنی بودم. نقص مانید. علی چینگیز امک. دادا دادا گوش کنید مرا. از برای خدا گوش کنید دادا. گوش کنید مرا. دادا بگویم بینید همه چیز را فراموش کرده. دادا گفته است دادا. یگان چیز را نمیدونستم، نمیفهمیدم. برایم آسان بود. به یتیمی که عادت کرده بودم. اما پدر دارم میگویم خواهم هم نخواهم به یاد بیاید. خودم و درد دارم میگویم من با کسی چیزی نکردم. کسی را میرم دادا و من یاری دهید دادا. در دلتون هیچ بیر ندارد مگر. نمیتوانم ساکینه. آیله هم به این هم زیر خطر است. از یک طرف تو، از یک طرف دیگر شکریه. دخترتون من، دختری خودتون از من رو میگردانید مگر. اگر از بینتون یک تاتون را از دست میداده باشم این توی ساکینه. амак ба шумо як корам офтед. ба ноҳия барои муроҷиат меравам. мехоҳем ки дар деҳа як беморхона кушода шавад. кушоед чӣ кор кунам? ҳамчун раис имзои шумо дар кор аст. аризаро навистам, ҳамаш тайёр. як имзо, як муҳр. майлаш биё. زینب زینب ایرو نگاه کن. ما گیر نگاه کن. زینب نگاه کن. بیا این مرغابی را بین الا شنو میکنه زینب بیا اینجا بیا. الا شنو میکند این رابین حاضر شنو میکند. الا نگاه کن با آب میمونم. آب بازی کرد. فاضل وعده داده با او اکنون هم مادر میشوی هم پدر. وعده داده. давлат низ ҳоло ба ин гуна масъалаҳо бештар аҳамият медиҳад. рафта дардамонро нағзакак фаҳмонем, онҳо низ моро дастгирӣ мекунанд. ҳамааш хуб мешавад. иншоалло баъд аз чандин сол деҳаамон соҳиби беморхонае мешавад. бародарон, ба хайр аст? ба шумо чизе шудааст? юсуф масъалаи қарзро зуғалхонум ба гардан гирифт. аммо дар ниҳоят ин ҳам қарз аст.
راست میگوید. خواه قراجانی ها باشد خواه زوال خانم برگردانده نمیتوانیم. تو یک راه رو نشان ده یوسف چه خیلی سپاریم. یک راهی آسانی است برادران. میتوانستگیمون رو میکنیم. ما دهاتی نیستیم مگر؟ هممون تا به امروز ریسک و روزیمون رو از زمین نگرفته ایم مگر؟ این قرض رو نیز به زیراتکاری برمیگردونیم ان شاء الله. نه یوسف معلم، از روزی که تولد شدیم در خواجگی غلامی میکنیم گفته باری هم زمینهای خود رو پیش نکرده ایم. شب و روز کار میکنیم ولی بازار اشکامون رو سیر میکنیم. ما کشتیم و خداوند نداد مگر؟ اول میکوریم اما با راه باباگیمون نه. از علم و اصولهای زیراتکاری استفاده برده زمین رو چقدر بیشتر حاصل خیز کرده میتوانیم همون راه رو دیده میبراییم. میبینید حاصل 1 نیو 5 نیو 10 میشود انشالله. ما این کم بودیم زودتر به قراجانی میسپاریم 5 میدیم و 1 میگیریم. با فروش برآورده نمیتوانیم. چاره اینش هم هست درسون. میونه رو کارو که از بین بگیریم برکتی کارو به دست میگیریم. در دهه یک بازار میکشایم. از دهه های همسایه می آیند. از ناحیه های گرد و اطراف جای تجارت میشود اینجا. اینش هم نشود کاپیراتیو میکشایم. این خیل ننگرید. شما اولو کورپای رو افتادگی رو از بالایتون گیرید همش میشود. یکدیگر رو دستگیری کنیم چی مشکلی ها پس سر میشوند میبینید. باز بیمارخانه نمیرسید. با لوحه‌اش باشد نام خودش رو مینویسته. اوچه ما از زوده این کار نبرآمدیم به فکرم. نگاه نکنید اوچه، با من مثل گناهکار نگاه نکنید. خودتان نگفته بودید که از وقتی که این دهه ساخته شده است قراجانی ها از همدیگر قوت میگرفتند. پدرم بابام پدری او. فکر کنید اوچه، آن روزی که بینمون جدایی در آمد انا همان وقت دهانمان واز ماند. درست میگویم مگر؟ من گفتنیم که نزد یک کم روید. ماشین رو بیار میرویم. جمع هم در نزد پس بسیاری بچه ساده است و خلاص. اما این عشق است و سادگی و بیعقلی را نگاه چی پروا دارد. والله من اینو ویش را نمیدانم. دل هستیم به آسانی آرام نمیشود. چه خیل میشود و در یک لحظه به هم دیگر اقرب و خواهر گفته میتوانند. حیرانم. ای دوگانه یکی اینها پیش از خبردار شدن به گپ شیطان در آمده باشند چی؟ باز است آخی خسته شدم. انا میخواستگیت شد خلیل. مادرت به نزدت سرخم کنان آمد. نه غرورم ماند و نه قوتم. استا به این احوالم نکر. هر چیزی که نباشد من مادری تو هستم. حق مادریم رو چخل میسپاری. خلیل دهاتی ها یک قرض هایشون رو سپاریده ایستادند. خوب هم باشد مادرتم، خوب هم باشد مادرتم. به خانه برگرد، ما را دستگیری کن التماس. من اکنون راهی خودم را پیدا کردم. با این خیال کارهای رسوایتان دیگر خوش نمیشوم. اکا چیکار کردن میخوایی تو؟ چیکار کردن میخوایی؟ چیکار کرده خواستن معلوم نیست عبدی. چندین ساله چرک و خاک رویم را تازه کردم میخوام. خونت رو این کار کردن میخوایی؟ گپت رو فهمیده ایستاده ای خلیل؟ دوست و دشمنت رو فرق نکرده کر شده ای مگر؟ از کدام چرک و خاک گپ زده ایستاده ای تو؟ مادرم هستی. از حد گذرانیدن نمیخواهم. التماس مرا فهمید. دیگر در دست کسی بازیچه شدن نمیخواهم. به هم مشوی مریمی کثافت گناهگار. تو در دستی همون زنی مکارت بازیچه شده ای خلیل. باز از کدام بازیچه بودن گپ زده ایستاده ای؟ از حد گذرانید هم به مادرم به حرمتی کردن نمیتوانم. شما هم بسیار نگذرانید. شما رو فهمیده ایستادم.
از دههایی که با ما وابستند درخواست‌های بسیار می‌آیند، اما مبلغمون کمی می‌کند. حتی بلایه‌های جاری دستمان نمی‌رسد. یعنی من هم از اینجا با دست خالی برمیگردم؟ اما همین را گویم که اگر در دهتان برای بیمارخانه بنای موافقی باشد، برای روان کردن دکتر به شما کمک رسانده می‌توانیم. میفهمم جناب مدیر، اما این خیلی امکانیت رو هنوز نداریم. ماشین رو دور کنی. چیگه بچه؟ دار ایستو عمر بیا کنی بچه. چرا؟ تو رو نوازش کردن خواستم بچه. آدم از بی جانی خودش نمیگریزه. یک چیزی زور میگویم. بیا بچه. چی میگوید؟ در همینجا گوید. عمر بچه پیش بوزیچه ها میبرم. نه نمیخوام. گرد پیش بوزیچه ها میبرم بچه. رفتیم. سرده مرو چکار کرده شده ای؟ بیا رفتیم. بیا عمر بیا پیش بوزیچه ها میرویم. سوار شو تیز. اوپا پیش بوزیچه ها. شادی کنه دکنو خلاص شده ایستاده از این ساکینه. السلام علیکم رئیس. وعلیکم السلام. ساکینه آمده بود. زیق نشو. سر کردم او را. چه گپ شد به من؟ مگر من همیشه همین خیل بودم؟ همین خیل تولد شدم؟ نخواد که من آنقدر سنگدل باشم که کودکی بیگناه را پرتافته روم. در حیاتم بار اول است که چی بودن وجدان را حس میکنم. دلم پاره پاره میشود. مرا ببخش. مرا ببخش سکینه. بار دیگر ببخش. سرده مرا. ایستو جان ایستو. سرده مرا عبدیمک. سرده. نه سرده. ایستو آخر جان. درک شو لطفیه درک شو. نه سرده. بخیر است هزال خانم. عبدیمک سرده. درک. سرده مرا. اوچا سرده مرا. اوچا جان. با همکت بازی میکنی؟ شکر میکنی اما اوچت رو. سرده مرا عبدیمک. بیا عمر بیا پیش بوزیچه ها میرویم. اوچا جان. عمر یک چند روز در اینجا میماند. جان نغز کک پش. در رو هم به حرکت نکشو. سرده مرا عبدیمک. آنها را گوش نکنید لطفی خدا. مرا دزدیدن. از اوچم پنهان میکنند. سرده مرا. اما هزال خانم اگر نیابند دیوانه میشوند. کمتر آنها هم دیوانه شوند. انسانی که اصلش را فراموش کرده است چی میشود فهمند. هزال خانم به شما جانم فدای اما قره خلیل به سرم بلا نآورد. تو گفتگیم را کن بس است. میلش هزال خانم شما میدانید. بدادم همش رو میگویم. همه تو میبینید. سرده مرا. کنی لطفیه کودک را گیر. سرده. بیا بچه. سرده چکار کرده ایستاده. سرده. اوچه سرده نه.
تمام بچه تمام. در کجای آخر عمر جان کجا شدی؟ مریم چی شد؟ خلیل عمر در هیچ کجا نیست. 1 ساعت باز میخوابم. همه جا رو دیدم. آرام شو. نقصر فهمون. در نزد دروازه بازی میکرد. بر اومدم که نیست. از همسایه ها پرسیدم. همه جا رو دیدم. نیست. امیدوارم خطا فکر کرده ایستادم. رفتیم مچم را پرسیم. از یک جهت راست میگویند آخر. کدام یک دشت رو دولت کند؟ به این هم خطا از من است. فکر کردم که در حال میکنم. به این هم نیست کار رو حل کرده جناب یوسف. شما زیغ نشوید آخر. با شما دختر و لوازمات روان میکنیم گفته وعده داده بودن کو. وظیفه ما یک بینای خرد ساختن. به این هم ساختمان رفته ایستاده است. خاطر نشوید. آخر زحل خانم، به این هم شما رو بسیار تشویش دادیم. از پدرم همین را آموختم. مال به دادن زیاد می شود. جناب یوسف این تکلیف برای مشکلی نه، فرصت می باشد. با شما هر چی گویم کم است. سلامت باشید. از شما یک چی پرسم؟ گوشم با شما. سحر با الیف بخوردم. نمیدانم از چی سبب باشد با من ناراضیانه گپ زدند. نمیدانم. یگان خطا کرده باشم. من فکر نمی کنم. شاید از یگان چیزی دیگری ناراحت بود. من باز با او گپ میزنم. آمدم. او شاهزاده خلیل آمدن. کدام شغل پروند به اینجا اکا؟ آچه عمر در هیچ کجا نیست. در اینجا باشد زود بیاره دورا. کارت که هفتید بعد راه اینجا رو به یاد میاری. اول یک سلام ده. آچه اینجا سفسطه گوش کنی نامدم. عمر را دیده باشد گپ زنید. خانه پدرت رو برای که ترک کردنت رو دیده ایستاده ای. برای زنی که حتی از عهده پسرش نمیبراید. گوش کنید آچه. مریم کلینی شماست. خطایش باشد مادری کنید، اصلاح کنید. اما حالا نبیرتان گم است. یاری دهید. تو با این سخنهایت چی گفتن میخواهی؟ چی من اکنون برای تو ندیره دوست شدم مگر؟ چی؟ انشاءالله این خیل نیست. رفته مریم. برای کار اکا؟ فاضل آشپز انا با مزه شد. دیدی زنم دیدی من آش پختم. انا وزیر انا بین با مزه انا گیر انا گیر خور گیر خور با مزه. اوف فاضل اگر سرت کار کند و از دستت هیچ چیز نآید. دیگر چاره ای ندارم خدا جون. مرا ببخش خدا جون. Dolu dizgin akan sular durulacak, bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran
fırtınalar yorulacak. Bekle de gör, karşı duran fırtınalar yorulacak. Bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.